خیلی از دوستان میگه که سرخ رو اوسو که من عکس بگیرم. بله گپ شما حقیقت است، اما من این ویدیو را برای بابایا بکلایا جور میکنم که برای آجایا که نمیتونم، من مثلا نمیفهمم که من در خط اولم یا خط آخر گیج میشه. پس من خیلی کنده درس میدم. سعی کو ایش بین موده، ایش بین موده، من خسته هستم. پس بریم سراغ درس. ایش بین موده، ایش بین موده، من خستم. ایش بین پلات، ایش بین پلات، من در حال یعنی کم آوردم، خیلی خستم. ایش بین توت موده، ایش بین توت موده، من بیخی به حال هستم، حالم خرابه. ایش بین کپود، ایش بین کپود، من اونقدر خستم که در حال خراب هستم، یعنی من خیلی خستم. ایش بین گتغفت، ایش بین kraftlos، ایش بین kraftlos. دوستان عزیز میتونین حالا عکس بگیرین همیشه بعد از 1 دقیقه. ایش بین kraftlos یعنی من لی هستم، یعنی من هیچ انرژی ندارم. ایش بین erledigt، من تمام شدم، من تمام شدم. ایش بین erschöpft، ایش بین erschöpft، من خسته ام، من خلاصم، یعنی چارجم تمام شده. ایش بین fix und alle، ایش بین fix und alle، باز هم من دیگر تمام کردم، خیلی خستم، من بریدم. ایش بین هوند موده، ایش بین هوند موده. او واو، یه را شما در قسمت کامنت ها نوشته کنین که یک گپ بد است، گپ زشت است. ایش بین بنومن، ایش بین بنومن، این را هم شما در قسمت کامنت ها نوشته کنین دوستای عزیز. خیلی دوستای عزیز برای شما ترجمه هم کردم، باز نگوین که این رضا از دروغ گفتم. من نتوانم، من خسته ام، من نمیدونم، خیلی خسته ام. این هم ترجمه شد دوستان عزیز، میتونین از روش یک اسکرین شات بگیرین و درس بعدی ما از این قدر هم آسان تر است دوستان عزیز. اینا را من گفتم هر وقتی که صاحب کارتان زنگ زد شما بگین، فقط بگین ایش بین موده oder ایش بین پلات، اینمی تو هر چیزی که در کارتان آمد، یا من بخی خستم، من بخی از حال رفتم، چارجم تمام شده، یا من بخی رسوای 4 دیار هستم. خب دوستان عزیز، تا حالا اگه همراه ما بودین واقعا در جگرتان نفس یک دانه کامنت مقبول برای ما بنویسین که من واقعا موده شدم.